آقای بهجت به همه کسایی که آیت الله عظمای بهجت مراجعه میکردن برای این سحر و طلسم و اینها، یا میگفتن بختمون بسته شده یا چیکار، میگفت 5 تا کار بکن. یک، یه قرآن کوچک همراهتون باشه، حالا تو خونتون، تو جیبتون، تو کیفتون. این قرآن شفاست، دور میکنه. کدام جن و سحری میخواد بر این قرآن غلبه کنه؟ 2، میفرمود شما این معوذتین رو هر روز بخونید، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. 3، میفرمود آیت الکرسی مرتب بخونید. شما صبح به صبح، من خودم هر روز صبح برای بچه ها میخونم تک تک. ایشون فرمودن 4، اذان بلند در خانه، و 5 50 آیه. این حدیث از امام رضا هم هست، 50 آیه. اگر کسی روزی 50 آیه بخونه